مؤمنان، این اسرا را که می‌بینید از بزرگان و سرکردگان همان قومی هستند که از اطاعت خلیفه مسلمین سرباز می‌زدند و سالهای سال در این نواحی مردم را بر علیه شما می‌شوراندند. بر آنها تاختیم، خانه و کاشانشان را با آتش کشیدیم، زنانشان را اسیر کردیم، کودکانشان را به غلامی فروختیم و طایفشان را از صفحه روزگار محو کردیم. اکنون این بخت برگشتگان منتظرند تا سرنوشت خیش را از زبان زعیم عالی قدر و بزرگوار مسلمین بشنوند. از کدام طایفه هستید؟ چرا از طایفه ما میپرسی؟ از اصل و نسبمان بپرس. خب بگوید اصل و نسبتان چیست؟ ایرانی هستیم. پس عجمید. عجم چنان جسارت یافته که بر صاحبان خیش خروج کند؟ آیات خود را صاحب ما میدانی؟ نیستم. مگر من عرب نیستم؟ مگر اعراب سالها پیش شما را به اسارت خیش در نیاوردند؟ نه، این رسول الله بود که هم شما را از جهالت نجات داد و هم ما را مفتون خیش ساخت. همین. مگر اعراب بر شما پیروز نشدند، سرزمینتان را مسخر نکردند، به اطاعت خیش را بر شما واجب نگردانیدند؟ نه، این اطاعت از اسلام بود که ما خود بر خیش واجب گرداندیم. ای زندیق، امیر المومنین هارون الرشید مظهر همان اسلامی است که تو از اطاعتش دم میزنی. او به کدام حجت خود را امیر ما میداند؟ نزدیکتر از او به خاندان رسول الله کسانی هستند که توسط او و پدرانش به بند کشیده شدند، به محبس افتادند و به شهادت رسیدند. پس از علویان هستیم؟ آری، ایرانی هستیم، پیرو رسول اللهیم و دوستدار اهل بیت او. همین را میخواستی بدانی؟ آری، همین را میخواستم بدانم. علی ابن موسی رضا اگر از این بیماری نجات یابد، لحظه او را آرام نخواهد گذاشت. مدینه سال 193 هجری قمری. عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا الله. الأعز الأجل الأكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
ای مردم مدینه، خبری مسرت بخش برای شما دارم. خدمتگزاران شما، سربازان امیرالمؤمنین هارون الرشید، پس از تلاش و کوشش فراوان بالاخره یاغی سنگدل و بیرحمی را که سالها در اطراف مدینه به قتل و غارت و چپاول کاروانها و مسافران سرگرم بود به هلاکت رسانده و دختر او را که در تمام این شرارتها یار و یاور او بوده است به اسارت درآوردند. حاکم مدینه و به نمایندگی از طرف خلیفه بزرگ حکم خدا را جاری می سازم و او را به مرگ محکوم می کنم. به راستی این فرمان خداست که بر زبان تو جاری شده است؟ چه کسی به تو اجازه داده بی آنکه تحقیق کنی مسلمانی را متهم سازی و بی آنکه سخن او را بشنوی حکم به مجازات او دهی؟ اولا او متهم نیست بلکه مجرم است. تمام مردم مدینه و قبایل اطراف از شرارت‌های او و پدرش آگاهند. ثانیاً شنیدن سخنان موجود خبیثی که خون چندین مسلمان به طور قطع و یقین بر ذمه دارد بر من که حاکم مدینه و قاضی منتخب خلیفه هستم واجب نیست. شنیدن سخن هر محکومی واجب است، حتی اگر در جرم او تردیدی نباشد. یا ابوالحسن، تشخیص چنین واجبی بر من است، نه بر کس دیگر. حکم را اجرا کنید. از خودت دفاع کن دختر. اگر نشنیدی پسر رسول خدا چه گفت حرف بزن. بگو، همه میخواهند سخنان تو را بشنوند. نکنید ساکت. چه خبر است؟ حاکم درست میگوید. همه ما کم و بیش این دختر و پدر مقتولش را میشناسیم. نام خلف ابن عیسی برای مردم مدینه ناآشنا نیست. حاکم درست میگوید. او چندین سال بود که بر حکومت یاغی شده و در این نواحی علم طغیان برافراشته بود و به دستیاری تنها فرزند باقی مانده‌اش یعنی همین دختر به کمین می نشست و پیوسته با سربازان حکومت به جنگ و گریز مشغول بود و هر زمان که دستش می رسید خون یکی از ایشان را بر زمین می ریخت. حاکم بگو بدانیم تاکنون چند تن از سربازان تو را به هلاکت رسانیده؟ 4 تن. اما این تنها جرم او نبود. درست است، 4 سرباز را کشته است.
سربازانی که نمایندگان حاکم مدینه بودند و وظیفهشان القاعده حفظ و حراست از عرض و ناموس مسلمین است. سربازانی که به واسطه منتخب خلیفه هستند و مقاومت در برابر ایشان مقاومت در برابر شخص خلیفه است و این جرم کوچکی نیست. ابن عقیل، آنچه تو میگویی عین حقیقت است، اما بهتر است سخن کوتاه کنی و اجازه دهی تا حکم اجرا شود. این حقایق چیزی نیست که بر احدی از اهالی مدینه پوشیده باشد. مشکل اینجاست که آنچه من گفتم تمام حقیقت نیست و ما چاره ای نداریم جز آن که به حقایق دیگری نیز توجه کنیم تا واقعیت تمام و کمال بر ما و شما و این مردم روشن شود. منظورت چیست؟ منظورم این است که در این شهر کسی نمیتواند ادعا کند که این دختر و پدرش به جان و مال ایشان دست تعدی دراز کردند. آیا جز این است؟ آیا کسی شنیده است که راه بر قافله‌ای بستند؟ یا به مسافرانی حمله کردند؟ پس مطلب چیست؟ مگر همکنون خودت نگفتی که آنها 4 تن را به هلاکت رسانیدند؟ آیا آنها مسلمان نبودند؟ از مسلمانی هر کدام از ما فقط خدا آگاه است و بس. اما اینکه خلف ابن عیسی 4 نفر را کشته است حقیقت دارد و اگر زنده میماند 1 نفر دیگر را نیز به هلاکت میرساند و من اینک از حاکم میخواهم که آن فرد باقی مانده را برای ادای شهادت در این میدان حاضر کند تا پس از شنیدن سخنان او حکمی مقتضی صادر شود. حاکم، آیا ممکن است؟ نه، ممکن نیست. چون از وجود چنین کسی بیخبرم. پس از زبان من بشنوید. خلف ابن عیسی کشاورزی بود که با زن و 4 فرزندش در خانه محقر در حوالی مدینه زندگی میکرد و روزی خود و خانواده‌اش را از زمین به دست می آورد تا آنکه شبی 5 سوار قدم به خانه او گذاشتند و از میهمان نوازی او برخوردار شدند، لیکن حرمت نان و نمک را به جای نیاوردند و به عرض و ناموس او چشم طمع دوختند و چون با مقاومت خلف ابن عیسی روبرو شدند به خشونت گراییدند و همه را یک جا از دم تیغ گذراندند و خانه و کاشانش را به آتش کشاندند. از خانواده او هیچ کس زنده نماند جز همین دختر که سر به کوه و بیابان گذاشت و البته جسم نیمه جان پدرش خلف ابن عیسی را نیز با خود حمل میکرد. چون خلف از مرگ نجات یافت فکر انتقام لحظه او را آرام نگذاشت، بیابان گردی پیشه کرد و یاغی شد و به کمینان نامردمان نشست و تک تک ایشان را از پای در آورد و بالاخره امروز جان باخت. در حالی که ظرف این مدت فقط توانسته بود 4 تن از ایشان را به مجازات برساند و سرکرده ایشان همچنان از انتقام او در امان مانده است. و من اگر زنده بمانم مطمئن باش او را نیز به درک خواهم فرستاد. بهتر است هرچه زودتر کار را تمام کنی و حکم را به اجرا درآوری. یا بگویی بس است. این سخنان بی حرمتی به سربازان امیرالمومنین است. تو ابن عقیل به خاطر این گستاخی به شدت مجازات خواهی شد. پس اجازه بده فقط 1 کلام دیگر بگویم. آیا آن سرکرده سلیمان ابن نصیر برادر تو نیست؟
کنید. من باید بروم. کجا؟ باید هر چه زودتر از شهر خارج شوم. نمیتوانی. چرا؟ میتوانم. آرام بگیر، بر خودت مسلط شو. اگر اسبی بیابم نخواهی یافت. تو حاضری کمکم کنی؟ نه، پا از این خانه بیرون بگذاری در دم جانت را میگیرند. جرأت نمی کنند. جماعت؟ آری جماعت، همانها که مرا نجات دادند. تو فکر میکنی جماعت تو را از مرگ نجات دادند؟ تو و جماعت. اشتباه میکنی. مدتی در این شهر بمان تا حقیقت را دریابی. من در این شهر کسی را نمیشناسم. جایی ندارم. کجا بمانم؟ همینجا بمان. اینجا خانه توست؟ نه. خانه توست؟ اینجا خانه هیچ یک از ما نیست. پس خانه کیست؟ خانه کسی است که نجات دهنده همه ماست. دعاگوی انعام حضرت امیر جعفر ابن عمر حلبی که در سایه دولت عباسی از مکنت فراوان برخوردار شده و اکنون 4 فرزندش از ارکان سپاه خلیفه هستند، تحفه‌ای هدیه آورده. امیر، اگر اجازه فرمایید پایبوسی چاکران به وقت دیگری موکول شود. بگذار چون همیشه ابراز بندگی کنند، وگرنه پیش از آن که خورشید غروب کند شایعه افول دولت ما در اکناف عالم پراکنده خواهد کرد. شطور قربانی کرده و تحفه‌ای هدیه آورده. ابن روی، گمان نکنم بتوانی حدس بزنی به چه میاندیشم. خدا داناتر است و امین. به این میاندیشیدم که ای کاش یکی از این ریاکاران طماع به جای این تحفه های ناقابل معجونی پیشکش میکرد که دوای درد بی درمان ما باشد و لااقل 5 سالی رخصت زیستن میداد. 5 سال، فقط 5 سال، بلکه 1 سال. نمیدانم به حال خود بخندم یا بگریم. اکنون کارم به جایی رسیده است که خیالات محال میبافم و چشم امید به سوی این و آن دارم. چگونه می شود از این همه شکوه و حشمت چشم پوشی؟ یقین دارم که امیر سالها به سلامت خواهند زیست و ارکان خلافتش گزندی نخواهد دید. یقین داری؟ آری، یقین دارم. من هم یقین دارم که تو دروغ میگویی. اما بگو، تسکینم میدم و لذت میبرم. بگو. خلیفه بزرگوار، عرضی داریم. بر ما منت گذارید و از این مرد بپرسید که از ما چه میخواهد.
نامش بکر ابن معتمد است، از نزدیکان ولیعهد بزرگوار شما محمد امین. میگوید حامل پیغامی است. این چه پیغامی است که باید دور از چشم خلیفه و فقط در گوش نوکرانش زمزمه شود؟ حال گوش ما با توست، پیغامت را بگو. من پیغامی ندارم. قصد داشتم از جانب سرورم امین به نشانه بیعت و اطاعت به خدمت برسم. دروغ میگوید سرور من. همکنون گفت که حامل پیغام است. میگفت که پیغام مکتوبی دارد، نگفتی؟ چه وقت وارد شهر شدی؟ چند روزی بیش نیست. در انتظار بوسیدن آستان لحظه شماری میکردم. تو از حضور این مرد در شهر آگاه بودی؟ خیر امیر، آگاه نبودم. چرا مخفیانه وارد شهر شدی؟ صلاح نبود قبل از ورود موکب مبارک کسی از وجود فرستاده فرزند امیر با خبر شود، زیرا بیم آن داشتم که بدخواهان. میدانم. اکنون بگو چه پیامی آورده ای؟ امیر به سلامت باد، جز عرض اطاعت و اخلاص و بندگی پیغامی ندارم. پس فطرت دروغ میگوی. بیرون، همه بیرون، همه بیرون. بزن خیانتکار، برای کدام یک از سرداران من از جانب امین پیام آورده ای؟ الله برای هیچ کدام. یقین دارم حامل نامه ای برای آنان هستی. بگو نامه کجاست؟ هم میخورم که نامه ای با خود ندارم. قسم میخورم که دروغ میکنی. حرف بزن، قصدت از این سفر چه بود؟ آرزومند دیدار امیر بودم. راست میگویی، آرزومند دیدار ما بودی، اما نه زنده. میخواستی جسد بی جان ما را به چشم خود ببینی و در دم پیام محمد را به سرداران ما برسانی و از آنان برای خلافت بیعت بستانی. درست است؟ کور با چشمی که آرزومند دیدار پیکر بی جان امیر است. دستبردار ریاکار کذاب، اگر نه با خونت پند نامه بلند برای سرورت خواهم نوشت. دادم به خاتمه امیر که نامه ای ندارم. ابلربی سگ روسیا را ببرد و دردم راحتش کنند. ببریدش. امین، امین، فرزند نابکار.
مگر نمیبینی عروسی است. عروسی کی؟ عروسی دختر فضل ابن سه. با کی؟ با پسر رجا ابن ضحاک. سلام. رجا؟ رجا؟ رجا دوست من، به من گفتند عروسی دختر فضل ابن سه با پسر رجا ابن ضحاک است. یا للعجب، رجا منم و از چنین پیوندی بی خبر. آیا من نباید حتی خبر داشته باشم؟ من نباید بدانم چه کسی به خودش اجازه داده که بدون حضور من برای پسرم همسر انتخاب کنه؟ من رجا، من چنین اجازه‌ای به خودم دادم. آیا این سنت تازه است؟ آری، دوستی رجا ابن ضحاک و فضل ابن سعد آنچنان عمیق است که هر سنتی را می شکند. صبر کن فضل، صبر کن. دوستی من و تو به جای خود، ولی حرمت و آبروی خاندان ضحاک، حرمت خاندان ضحاک حرمت تبار سهل است. آری، ولی سخن من این است که سخن تو گفته من است و تصمیم من خواسته تو. اینطور نیست؟ چرا فضل؟ ولی آیا تو نمی گفتی که ما یک روح هستیم در دو بدن؟ چرا میگفتم. خب پس چه؟ پسر تو از دختر من خواستگاری کرد، دختر پذیرفت و همسر من آذردخت اصرار نمود. نمیدانستم چه بکنم. تو هم که همراه موکب خلیفه به سفر رفته بودی و فکر نمی کردم به این زودی بازگردی. به ناچار رضایت دادم. اگر کار بدی کردم بگو تا هم اکنون عروسی را برهم زنم. 5 سال پیش وقتی مادر این دختر مرد، این رجا ابن ضحاک بود که تصمیم گرفت خواهرش را به عقد من درآورد و امروز این من هستم که قصد کردم دخترم را به خانه پسر او بفرستم. آیا پیوندی از این مبارکتر میشناسید؟ لااقل بگو عروسی کدام یک از پسران من است؟ همان که در کنارت ایستاده.
چیزی نمانده بود که آبروی مرا ببری مرد. نترس، زیرکی فضل ابن سهل هر آبروی ریخته ای را باز می‌گرداند، حتی آبروی رجا را. آبروی تو را ریختم؟ بگذاریم. والله نگذاشتن منتظر تو بمونم. عجولند. حال دیگر تمام شد. خوشحالی؟ پس بخند، لبخند بزن. میخوای حکایت کدورت من و تو نشخوار این جماعت شود؟ نمیپرسی اینجا چه میکنم؟ منتظرم تا خودت لب باز کنی. خبری دارم که بدون شک مشتاق شنیدن آن هستی. چه خبری؟ هارون بیمار است و چیزی از عمرش باقی نمانده. مطمئنی؟ اکنون کجاست؟ به طرف توس در حرکت بود. ای داد بیداد، باید در کنار مأمون باشم. نباید بدون حضور من از مرگ هارون با خبر شود. مگر در مرگ نیست؟ نه، در راه سمرقند است. باید هرچه سریعتر خودم را به او برسانم. بس هست، لطفا بگذارید. خوب میدانید که بیفاید است. بیرون! بیرون! شما بمانید. گوش کنید. شما همه میدانید کار از چاره گذشته و به زودی از میان شما خواهم رفت. امیر به سلامت باد. امیدوارم. خاموش باش. کار از این تعارفات گذشته. تو و دیگر نزدیکانم به خوبی میدانید که برای حفظ خلافت بنی عباس از هیچ کاری فرو گذار نکردم. هیچ کار. چه سرها به خاک افتاد تا پایه خلافت ما افراشته شود، چه خونها بر زمین ریخت تا فرمان ما روان گردد. هوسران بزدلی چون امین شایسته این منصب نیست. اما مأمون زیرک است و شجاع، صبور است و دوراندیش.
سیرت و صورتش به ما شبیه تر است. او برای حفظ سلطنت عباسیان از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد. او را به جانشینی خویش منصوب میکنم. امیر بزرگوار، خاموش باش، سخنم به آخر نرسیده. من این سریر خلافت را به بهای گران خریدم و ارزان و دست نخواهم داد. تجربه سالها جهانداری و حکومت به من آموخته که عبدالله حریف این عرصه پرخوف و خطر است. در این خواسته نیز با من مدارا کنید که جز این آرزویی ندارم. شما از بنی عباسید و بر عربیت خیش غیور. از این رو با امین در ساز دارید. میدانم اما اگر حق نعمت مرا میشناسید با من عهد کنید که مأمون را چون من عزیز بدارید و در خدمتش بکوشید. تردید نکنید که او حافظ عزت و سیادت عباسیان است. قول میدهیم سرورم. وفاداری شما در این لحظات تسکینم میدهد. عهد که نمیشکنید. نه، مطمئن باشم. حال مرا تنها بگذارید. فضل تو بمان. دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم موسی بن جعفر آنجا نشسته میگریست و دعا میکرد. میفهمی چه میگویم؟ موسی بن جعفر درست همانجا. این گواه آن است که دوست و دشمن هر دو نگران حال امیر هستند و برای سلامتی او دست به دعا برداشته و ندبه می کنند. حتی موسی بن جعفر. حتی موسی بن جعفر. اگر من مردم مرا در همین تالار به خاک بسپارید. حال برو. فضل، امیر به تو چه میگفت؟ اگر لازم میدانست خود با شما در میان میگذاشت. سوال دوستانه ای بود فضل. جواب من هم خصمانه نبود. فضل، ما باید در این احوال همدل و هماهنگ باشیم. من نیز جز این نمی اندیشم. خب پس بگو امیر به چه اشاره میکرد؟